یکی از دستاوردهای مهم دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در سال 2024 این مورد استفاده قرار گرفتن بینای نوی تعلیمی در حدود مؤسسه می باشد که برای دانشجویان فاکولته زبان روسی پیش بینی شده است. در این باره ضمن نشست خبری اوید به جنبش فعالیت در سال 2024 رکتور دانشگاه اهل‌دین عبادالله‌زاده اطلاع داد. به گفته اصول سپری شده 2024 برای هیئت آموزگاران و دانشجویان این مؤسسه عالی تعلیمی که شمارهشان به نزدیک 16500 نفر میرسد سالی با برار و خاطرمان بود. محض در همین دوره در باغ اگروبیو لابراتوری دانشگاه بینای نوی دانشجویان برای تجربه آموزی دانشجویان فاکولته‌های شیمیا، بیولوژیا و گئوگرافیا ساخته به استفاده داده شد که در آن در یک وقت 80 نفر آموزگاران آینده می توانند به تجربه آموزی فرا گرفته شوند. بهتر شدن شرایط علم آموزی در دانشگاه باعث شده است که حتی داوطلبان خارجی نیز این مؤسسه تعلیمی را انتخاب میکنند و این حال در آن زیاده از 1600 نفر شهروندان خارجی در زمینه‌های گوناگون به تحصیل فرا گرفته شدند. همچنین اطلاع داده شد که دوام سال 2024 در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی 89 اختصاص عمل کرده صف دانشجویان اعلیخوانی مؤسسه افزوده است. شماره گیرندگان دیپلم سرخ امسال به 407 نفر رسیده است. اطلاع داده شد که در ریتینگ جمهوری مردمی چین در سال 2024 دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان جای اول را اشغال نمود و سال جاری 3 دانشجوی چینی برای ادامه تحصیل به دانشگاه مذکور حجت سپردند. دانشجویان خارجی بیشتر به آموزش فن‌های دقیق، طبیعی و ریاضی از قبیل بیولوژیا، شیمیا، فیزیک، پداگوژیک، پسیخولوژیا میل داشتند. در دوره حساباتی برای دانشجویان 5 لابراتوری زمانوی از فن‌های شیمیا، بیولوژیا، فیزیک و تکنولوژیا فعالیت نموده است. گفته شد در نشست خبری.